امینی بهمنیار عربزاده 15 ایولی سال 1954 در شهر پنجکنتی ولایت سوق به دنیا آمده است. تحصیلات ابتدایی و میانه را در مکتب رقم 3 به نام نادژدا کروبسکیا شهر پنجکент گرفته، رشته زبان عربی فاکولته زبان‌های شرقی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر لنین را ختم کرده است. پس از ختم دانشگاه سال 1977 با عنوان مهندس طرحریز انژینر متدیست در کمیته دولتی تاجیکستان آید به کینماتوگرافیا مشغول کار شد. سال 1981 بر روزنامه نوتأسیس مدنیت تاجیکستان همچون روزنامه‌نگار بخش هنر به کار دعوت گردید. سالهای 1983-85 در لیبیا به حیث مترجم کار کرده است. بعد بازگشت دیگر باره به هفته‌نامه مدنیت تاجیکستان به کار آمد که اکنون به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرده بود. از سال 1987 تا سال 93 به عنوان مدیر بخش نثر ماهنامه صدای شرق کار کرد. عضو اتحادیه نویسندگان SSR از سال 1987 است. با وقوع جنگ شهروندی در تاجیکستان 1992-97 به زادگاه شهر پنجکент رفته سردبیری روزنامه سمندر و ماهنامه دیر مغان تعیین گردید. سالهای 1997 برای قصه زرینه زرنگار که در ماهنامه مذکور چاپ شده بود برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی دانسته شد. سال 2002 به دوشنبه دعوت شد و معاون سردبیر یگانه مجله اتفاق نویسندگان تاجیکستان صدای شرق تعیین گردید و تا آخر عمر کارمند این درگاه بود. در داور این بود که وقتی بهمنیار فوت کرد من همون لحظه با من خبر دادن فرزندانش. من به نظام قاسم تلفن کردم گفتم که بهمنیار رو باید در لوچاب گل کنیم در قطار بهترین ها. ولی نظام قاسم گفت من باید روم بپرسم در شهرداری. گفت اجازت ندادن، گفتن که باید نویسنده خلقی باشد، نویسنده مردمی. من گفتم این که او نویسنده مردمی هست من شک ندارم چون هر چون نوشته است برای مردم است و مردم دوستش دارد. این که عنوان ندادید شما که ندادید کی نداد؟ باید میداد. بهمنیار البته یه جایزه هم ندارد از تاجیکستان، جایزه دولتی هم نگیرید، ولی از همه صاحب جایزه ها از همه نویسنده های مردمی تر است و تواناتر است. همچون ایجادکار بهمنیار یک آدم مستقل بود، با کسی تقلید نمی‌کرد. هر چیزی که یافته است چی کرده است همش همون مهارت خودش. ادیب‌هایی هستند که من نمیدونم در سخن اصلی داشته است که در حالتهای مقرری عادی اونها در دنیای دیگرند و برای خودشون یک خلوتی کار ایجادی دارند در اونجا در محیط و هیئت ادیب وارد میشن و ادیبایی هست که همون محیط اونا رو گرفته است و همیشه در همون محیط هستند. خیلی احساس میشد که بهمنیار در همون دنیا
فرو رفته است و همه کارش با همون دنیا است. اما سر و کارش با همون جهانی است که برای خودش تصوران و تا جای واقعا آفریده. سرمده رمان بهمنیار به راحتی می توانست برنده جایزه های معتبر ادبی در خارج از کشور شود. این شاهکار ادبی ادبیات تاجیک متاسفانه در دوران حیات بهمنیار به انگلیسی و یا به دیگر زبانهای معتبر ترجمه نشد. حداقل ترجمه هم نمیشود گفت برگردان سرمده به خط فارسی باعث شد که در مصر بر اساس این رمان کار دکتری به حمایت برسد. در درون تاجیکستان باید گفت که بهمنیار چندان قدر و عزت ندید. بهمنیار به راحتی می توانست سر دفتر ادبیات مدرن و امروزی تاجیک باشد، می توانست مرکز تاجیک باشد، اما کوتاهی عمر، کمکاری های اتحادیه نویسندگان باعث شد که این نویسنده کم شناخته و محلی شود گفت باقی بماند که بسیار باعث تأسف است. و حتی اینکه او در کنار بزرگان چهره های تاجیک به خاک سپرده نشد هم یک داغ است بر دل پیشانه فرهنگیان، فرهیختگان و فرزانگان امروزی تاجیکستان. سبب شهرت پیدا کردن اینها و مخصوصا بهمنیار در نسل بدیعی این بود که دو عامل بود. اولا این که از مخصوصیات ویژگی های نسل کلاسیکی خودمان فارسی تاجیکی خیلی آگاهی کامل داشتن، این یک. و دوم از رویه و جریان های ادبیات جهان برخوردار بودند، یعنی توسط آموزش پیوسته همین ادیبان جهانی از خود کردن رویه های تازه ادبیات جهان یک نوع سبک خود را مشخص کردند. اولین حکایه‌ای که من نوشتم عشق صیاد نام داشت و بعداً چند حکایه‌ای که به تب رسید در روزنامه و مجله ها دیدم که در یک موضوع بحث میکنن. اون وقت در سری من فکری پیدا شد که چی میشود که این موضوع ها باید یک مکانی زمانی معینی داشته باشن و همین خیلی پیدا شد فکری نوشتن رمان سرمده. استاد بهمنیار یکی از نویسنده های واقعا نوآور در ادبیات تاجیک، خاصه در نثر تاجیکی به شمار می رود. اما نوآوری بهمنیار نه به آن معناست که و مثلا سنت های بودگی را گویا تکمیل داد، گویا که به سنت علاوه کرد، بلکه وی ایجادکار یک تمایل سبک و تمایل تازه و به معنای تکمیل دهنده تفکر ادبی تاجیکی است. یعنی آنچه که او میگوید در تفکر ادبی تاجیکی چیزی تازه بود. البته همین معنی باید بهمنیار را از همین معیار نوآوریش، اون تغییرات های صفتی که در نثر تاجیکی به وجود آورد، از همین معیار بها دهیم. اون وقت گپ دیگر می شود، اون معنی گپ ها دیگر می شود. و البته بهمنیار از سنت کنده نبود. البته در زمینه نثر و ادبیات قریب 50-60 ساله تاجیکی چیکار کرد؟ به میدان آمد و ایجاد کرد. لیکن می شود که گاها برغم سنت می روی یا که احساس میکنی که در چیزی در همین جریان ادبی نمی رسد. برای همین بهمنیار به فکرم از همین رویه، همین جاده کار گرفت. من فکر میکنم که اونهایی که با بهمنیار
و نسل او که نوآور بودند از معظمه شروع کرده سیف رحیم و انور علیم و دیگر پیروان اینها سیدر و همه اینها یک نقش گذاشتند. یکی نقشی که بهمنیار گذاشت در نسل ما نقش مخصوص است، توبیش و جلوی دیگر دارد. بنابراین بهمنیار را گفتم ممکن است که یکی از نویسنده های بزرگی قرن 20 ادبیات ما است. بنابراین من گمان میکنم اندک جور شد بهمنیار، اندک نه خیلی جور شد، نه عنوان نویسنده خلقی گرفت، نه با مکافات های دولتی شایسته دانسته شد، لیکن ارزنده بود. با هر عنوان و با هر مکافاتی که در جمهوری ما بود بهمنیار سزاوار بود. بهمنیار دو بار به جایزه پیشنهاد شد، دو بار بسیاری سرنا میدونن. شاید با مورد از این جوانو ما شما میرویم حقیقت بعضی ها باید دونن برای چی این خط شد. توضیح درباره نویسنده خطی درباره کوچه باتیزن بار یکم سال 88 جایزه استاد عینی و تو سوزوزک تاسیس یافت. در ردیف همون 3 نفر نامی بهمنیار هم بود، کوزار، سرمان و بهمنیار. صدای شب کاسه دور رو پیشنهاد کرد. راستش من از روی میزی معلم و مشا گرفتم. اون پیست نام چاپ شد. من خیلی اثر کوزار که بر روزگار استاد عینی در خودش یک روزی درات جایزه عینی را کوزار دادن، حل دادن. به نظر من در اون سال 88 در نخستین جایزه بود. بار دیوم جایزه پیشنهاد شد بهمنیار. این در پهلوی سوربن، استاد سوربن. بعد در اون کمیته جایزه رودکی که با اتفاق نویسنده ها دست ندارد و کمیته دولتی است، جایزه دولتی است و از اتفاق نویسنده ها در اونجا عضو هستند، عضوهای کمیته رودکی و در اون مجلسی که بود خوشبختانه امروز عبدالرحمن آنجا حضور داشت، من حضور داشتم البته اون دیگران و البته در اونجا سین سوال و خدمت و کم چوی را گرفت و حساب گرفتم سوربن بودم بهمنیار از این ما در کوچه آخر گپ هر چی میزنم واقعیت همین است. همه خیلی پایه هایی که در مجموع رمان میشوند، یعنی خیلی از پهلوهای مختلف با هم بافت میخورند و علمه یک جهانی هست که جهانی پر از حسرت من به فکر من در زندگی شد. لیکن یک چیزی دیگر که هرچند جهانی پر از حسرت است، یعنی یک نواهای غم‌انگیز در لحن گفتار و در بینش و این چیزها هست، لیکن امید در همه پایه ها هست، در همه آثارش. به فکر من خواننده تلقین کرده توانستن امید این اساسی ترین وظیفه ادبیات است که خواننده و ارزش ها و مردم و زندگی با خود و به دیگران یک نوع اعتقادش برجا باشد، امید داشته باشد که همیشه امروز از دیروز بهتر و خوبتر از جهت اخلاقی و معنوی اساسا خواهد بود. دیگر یعنی این چی امید اساسا زیبایی هم هست. زیبایی عالم رو نجات می‌دهد داستایوفسکی. زیبایی چی است؟ زیبایی امید است که دنیا ویران نمی‌شود. بهمنیار بسیار کوتاه داستان‌های کوتاه می‌نوشت و یک جهان در یک میدان کوچک جای میداد. البته سرمدیهی که بهمنیار فکر کرد و برآورد یک چیزی خیالی است
چیزی که در ادبیات وجود دارد در زندگی وجود ندارد و بهمنیار توانست با استفاده از بهترین سنت‌های ادبی جهان در زمینه ادبیات ملی ما توانست یک نثری بسازد، ادبیاتی بسازد که کاملا چیزی جدید بود. نثر مسجع بود. برای آنکه نثر مسجع، نثری که قافیه دارد در ادبیات ما تا سابقه طولانی دارد. خصوصا گلستان سعدی که یکی از کتاب‌های دوست داشته بهمنیار بود. مثلا بهمنیار میگوید من در سایه سنگ، در سایه خدنگ، در این کوهسار بی قلب و مدنگ انتظارم ورا وی میکند درنگ. ببینید چقدر شاعرانه است. و ما میبینیم که در این دهه آدمانی گوناگون زندگی میکنن که هر یکی یک خلق و خصلتی خاصی خودشان دارن. هم مثلا در اونجا ما میبینیم از بخاری زاده و شاشوی و کمپری مریم و دیگرها اینها سیماهایی بودن که در ادبیات ما تا اندازه نو هم بودن. ما پیشتر چنین سیماها رو طوری که بهمنیار تصویر کرد و پیشنهاد کرد ندیده بودیم و همین خدمتی بهمنیار هم در همین است که ما رو با قهرمان‌های خود، با بعضن که غریب خصلت بودن و عجایب خصلت‌های گوناگون داشتن و زندگی رو آنها به همون طرز خودشان میدیدن و به همون طرز زندگانی میکردن. بعدها بهمنیار چند قصه هم نوشت، هم قصه زرینه زرنگار، سنگ و سبو، هم دودی حسرت و در آخر رمانی نیز ایجاد کرد که با نام شاهنشاه و این رمان هم طوری که خودی نویسنده هم در آغاز در مقدمه آن نوشته است، رمان هم یک به طرز نو بود. هم در این رمان بهمنیار هم روزگاری گذشته، تاریخ و امروز رو با هم آمیزش داده یک رمانی نو نوشت و این رمان نیز از جانب خوانندگان ما خوب پذیرفته شد. بهمنیار با ادبیات همچون یک شخصیتی آماده به ایجاد قدم نهاد. استاد لاهوتی یک گپ دارند که تحکرسی ادبیات سواد است. بهمنیار شعبه عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده بود. زباندانی و زبان فهمی بهمنیار از تمام نویسنده های نسل خودش فرق میکرد. شیوه روایت پست مدرنیستی رو به ادبیات ما آورد. بهمنیار چی در داستان‌های سرمده، به ویژه در تفسن در قفسین، از شگردهای استفاده میبرد که برای ادبیات امروز پست مدرنیستی خواستند. و اگر بگوییم که شاهنشاه بهمنیار، رمان شاهنشاه بهمنیار نه تنها در ادبیات ما، تا جایی که من آگاهی دارم، اگر در ادبیات ایران چند حکایه از هوشنگ گلشیری و چند تنی دیگر هست که با همین رویه‌ای که متاپروزا میگویند یا خود فراداستان که ایرانی ها میگویند، با همین اصول رمان در ادبیات فارسی اگر هست انگوش شمار است و به فکر من شاهنشاه بهمنیار از نخستین رمان‌های فراداستانی یا از نخستین رمان‌های متاپروزی در نسل عموماً فارسی زبانان ماست که باید این نکته از جانب نقد ادبی ما مورد بررسی قرار میگیرد و بازیافت و دستاوردهای بهمنیار در استفاده از این اصول فراداستان نه تنها به دایره های ادبی داخل کشور بلکه به کل فارسی زبانان باید ابلاغ میشد. بهمنیار
صاحب زبان خیلی شیرین، صاحب زبان شاعرانه و با هنر تصویرگریش توانست از امکانیت‌های ذاتی زبان تاجیکی ما خوب استفاده برد. نثر بهمنیار بر دل خواننده در گام اول می نشیند با زیبایی کلامش، با حسن سخنش، با گستره لغات و اصطلاحاتی که استفاده میبرند در نثر خویش. استاد بهمنیار از رمانتیکای افسانوی خلق تاجیک بسیار استفاده کرده است. شما میبینید که قهرمانان استاد بهمنیار مثلا یک خرسی است که در کدام کوه زندگی میکند، یک غول بیابانی هست که وای مثلا به یک دختری عاشق میشد، مثل که در افسانه‌های خلق تاجیک هست مثلا یک نفر آدمی که در دست برزنگی ها میافتد و حادثه های گوناگون به سرش میبیاید. استاد بهمنیار نیز همین گونه کارها رو کرده است و من یاد دارم استاد بهمنیار به من وقتی که من در بدخشان زندگی میکردم از همینجا پیغام میفرستاد که عطا برای من کتاب های افسانه های خلق پامیر رو رایی کن و من برایش این کار رو میکردم و من مثلا وقتی که آثارش رو بعدا میخوندم میدیدم که همین افسانه های خلق تاجیک کوهستان بدخشان رو بسیار هنرمندانه، بسیار ظریف با ریزه‌کاری های خیلی خوب هنر نویسندگی در همون حکایه هاش آورده است. درباره ایجادیاتشون اگر سخن گویم، هر وقتی که من کتاب اون کس رو میخونم، مثلا سرمده خواه باشد، خواه شاهنشاه، خواه دودی اسرت، کجایی نباشد، در همه اثراشون من نمیدونم برای چی، حتی در هر یک قهرمانشون من پیش نظرم زندگی خودی پدرم و خودی پدرم میباید. نمیدونم تا کدام اندازه این درست باشد یا که نادرست باشد، لیکن به نظری من همه خیلی است. چی بی حتی در ابرازی لودمیلا پاولنا من میتونم که یک خیلی گرد و پیچ و تابوی هست که در زندگی پدرم هست، فرض کردیم همین چیزو، یا اینکه حتی در شاشویی که همه دیوانه میپندارد من یک ابرازی پدر رو میبینم. همه خیلی است، نمیدونم، پیش نظری من همه خیلی چیزو، همیشه از سر تا پا وقتی که میخونم زندگی پدرم پیشم میاد. از بهمنیار میپرسم تو کی نویسنده خلقی میشدی؟ بگم که یک اطرافه نویسنده خلقی شد. بعد از اون میگم که وای کی نویسنده خلقی نشد؟ همون سلسله اثراش که درباره سرمده هست، این خودش یک چیزی تازه است در ادبیات تاجیکی. این جهان سرمده جهان خود بهمنیار است. ابرازهایی هستند که از یک حکایه به حکایه دیگر میگذارند، تکمیل مییابند و نتیجه گیریش رو نویسنده نمیکند، نتیجه گیری خود خواننده میکند. برای اینکه امروز ادبیات، اصلا ادبیات، مضمون ادبیات از طرف هم خواننده و هم نویسنده میشود و دید نویسنده میتواند با دید خواننده مغایر باشد و خواننده از این چیزهای تازه را بیاورد و وظیفه ادبیات هم
تکمیل دادن سویه جهانبینی و معرفت خواننده است که خواننده در یک سطح نباشد و از همین سبب چیزهایی که بهمنیار نوشته است بسیار جالب هستند، هم از نگاه زبان. در اونجا ما هم صنعت سج را میبینیم، هم آبرس‌های تازه را میبینیم، هم دید نویسنده بسیار آشکارا نیست. دید نویسنده رو ما در یا پرسنش ها میبینیم یا در تصویرهای همون پرسنش ها هست. من آدم شهری هستم کاملا، لیکن پدر مادرم از قشلاق بودند، لیکن اونها هم یک مدت در شهر زندگی کردند، در شهر پنجکین. قشلاقشون قشلاق‌های اجدادی بود، یک غزه نام قشلاق. سرمده من همون قشلاق غزه یک سال بعد 2 ماه میرفتم تابستان، تعطیل تابستانه. خیلی میرفتم برای بیا بچه شهری تصور کنید که قشلاق یک عجایباتخانه میاد تو بعد. هر چیزی که میدیدم در ذهنم جا میگرفت. لیکن همون چیزایی که من میدیدم خودی بچه‌های قشلاقی اگر من نقل میکردم حیران میشدن. برای اونها یک چیز مقرری بود. برای خودشون. یک چیز مقرری. برای من عجایبات عالم. انا همین خیلی ولی من پیدا شد که یک قشلاقی سازم که هم ارگینال باشد، هم با یگان قشلاق مانند نباشد، اون ولی باشد. در قشلاق بهمنیار هم گوید میشود. من اینو ساختم. همه قشلاق از قهرمان ها پر کردم. و همین خیلی شد سرمده. این ده یک ده است که عجایبات. آهنگرخانه دارد، کلالگرخانه دارد، همه چیزی که برای مردم ضرور است در همین ده هست. مغازین دارد، کلخوز دارد، اداره کلخوز دارد و غیره و کذا، همه چیز دارد. یعنی در یک ده گویم معین همین چیزها بوده نمیتواند. مثلا کدام ده دارید که آهنگرخانه هم داشته باشد و کلالگرخانه. آهنگرخانه بیشتر در شهر می شود، کلالگر هم خیلی در ده ها هم می شوند، لیکن اونها بسیار محدود. لیکن در من این علاقه کلالی که یک دربه آوازه دارد، آهنگری که یک دربه آوازه دارد، کاردش کار مرشادی، نام آهنگر. در تمام هر یک کاردی که موی در هوا برد و دمش در استخوان نگردد، کاردی مرشادی میگفتن. اگر شما که به این ده وارد شدید، یعنی به همون کتاب های من، به نوشته های من، خواه ناخواه باید در ذهن شما باقی میماند، برای اینکه این ده غیر عادی است، با دیگر ده ها مانند نیست. بعد خاراکترهایی که من انتخاب میکنم و میسازم، این خاراکترهایی در دیگر نویسنده ها کابین نمیابید. این خط خاصی من. زبانم هم چنین، زبانی من هم فرق میکند، اسلوبی کارم هم فرق میکند، همه چیز فرق میکند. برای همین اگر که وارد کتاب من شدید، خواه ناخواه چیز یک کولوار برداشتن ببرید.
بهمنیار یک آدم زنده دل بودن در زندگی. هر وقتی که از کار فارغ میشد یا که من یک جایی میرفتن یا از کار برمیگشتن، حتما از در یک سرود زمزمه کرده می در اومدن. مثلا چهره کشاده هیچ وقت مثلا غمگین شده در نمیدادن، رو افتادگیشون نشان نمیدادن. مثلا آزرده دل بودن، در دلش آزار هم داشته باشن، در چهرهشان همین دیده نمیشدن، نشان نمیدادن. هر چیز درد داشتن، غم داشتن در باطنشان بود، درونشان بود. در زندگی بهمنیار مثلا خوراکپزی خوش داشتن، هم تمام نمود خوراک پخته میتونستن. بعضا میشد اگر من یگان سرگرم یگان خوراک میشدم، حتما می آمده دست میزدن، دم کار دستی یاری میدادند. مشرف و من آمدم یاردم تیم گفته چی میپزم، حتی من تو پزم یا اگر برک پزم، هر چیز خوراکایی که میلی هم باشه آمده خوش داشتن یاردم تیم. خودشان پختنی لگمن را خوش داشتن، بسیار با لذت می پختن. بعد فصلهای بهار، در بهاران بسیار خوراک های میلی را خوش داشتن، از جمله سمبوسه هایی که در پنجکین برک میگن، برک میگن، بیچک میگن، در پنجکین بیچک میگن. این بیچک های علفین را خوش داشت. خصوصا برای حکای محمد و خانم برادرم سلام اظهاری همدردی میکنم. بعدا روزی هستم که 5 سال ما با محمد رحیم در یک دفتر کار کردیم و در این 5 سال خیلی همدیگر انس گرفتیم و با همدیگر خیلی هم نزدیک شدیم از جهت روحانی. و باز اتفاق افتاد من به دوشنبه آمدم و از بس که در من بودم رفتم مسکو که تبوبت کنم. در روز اول خواب رفتم، روزی تبوبت خیستم که علاقه محمد رحیم حاضر شده است. عجیبش این بود که ما درباره درد همدیگر یکان سخن نمیگفتیم، نه باید درباره دردی خود، نه من درباره دردی برای درباره اون میگفتیم که در این 5 سالی که در اینجا با همدیگر کار میکردیم چی شد و چی ماند، یا درباره ادبیات یا چی چیزی نویس، کی چیزی تازه چاپ کرد و این چیزهای بسیاری بود. و یک چیز دیگر بود که ما همیشه میگفتیم از همون کارخانه خود نقل میکردیم. بعضی واقعه‌های عجیب و غریبی شده که من یک واقعه‌اش به شما نقل میکنم. یک مصفحه با یک رومان خیلی جلفرده اومد، تقریبا 900 صفحه. ترتیب کار ما بود که اول محمد رحیم میخواد، بعد من میخوندم. خیلی بیچاره محمد رحیم 900 صفحه گرفت و من دیدم که احوال وزنی شد. بعد گفتم خیلی اول خوان که میشود نمیشود شرط میبرم به شما 10 صفحه خوان. 2 صفحه خوان گفت که بعد خدا به 8 صفحه دیگه خوانم دیوانه میشم. بعد خیلی رسید بیچاره هر روز می اومد. خیلی نامش نمیدونم برای که شرط نیست. بعد روز سایدار گفت که من هم رسید برای اون نمیشد که همیشه صبح برگردم کم خیلی تو کمتر آدمی روی تنی همین اگر برگردم تی حقا تو مدیری شعبه من اصلا خیلی پیشمن بود. باز وظیفه اومد و گفتی بچه‌م همین چاپ کن. من گفتم که آخر مقصد چیست؟ بعد گفت آخر بچه‌های ناشود دارم، پگاه در روی قبرم کشیده میمونن، لطفاً یک مرمر میمونن. و من گفتم معلم همین حاضر من عرضه می‌نویسم همون مرمری که به سری گوری من میمونن در سری گورش میمونم. گیره هر دوم میخندیم همین واقعا عجیب بسیار میشد. و روزی گسیل من آمد، من یک حکایه نوشته بودم با نام پیغمبر بی اومد و من به شوخی میگفت پیغمبر بی اومد. همین خیلی تصادف هستی که برای نفر دوشنبه گسیل میکرد من سمرقند میپریدم. بعد گفت که پیغمبر بی اومد کجا میرود؟ من گفتم به پیش امتی بی پیغمبر. باز خندید رفت یک شیشه کنیاک آورد. همین خیلی چیزای عجایب بسیاری داشت. خدا رحمت کنه جوش آدمی خوبی بود. نسلی که سالهای 80 و میدان ادبیات اومد در حقیقت جوانای
ورزیده بودند، آموخته بودند، از ادبیات دنیا باخبر بودند و کم و بیش با همون خارجیان تقلید هم میکردند. محمد رحیم سیدر از جمله اونها بود که تقلید نمیکرد، میخواست که سخنی خاصی خود در ادبیات داشته باشد. انا بعداً خوب خیلی عمرش کوتاه بود بیچاره، به مثل محمد زمان صالح از بین رفتن، لیکن همون اثری که اونها گذاشته بودن حالا باقی است و حالا جوان‌ها از اونها پیروی میکنند. خیلی سرفراز بودم که با استاد بهمنیار از سالهای 90 شناسایی داشتم و شخصیت اون کسم، چون همه شخصیت‌های اصیل ایجادی شخصیتی که معرفت کردنش، کشف کردنش آسان نیست. خیلی بغیر از آن که یک جوانمردی کمگپ بودند، به نظر من خیلی در وجودشون تلاطم‌های بزرگی داشتند که در افشای آن خیلی تحمل میکردن، لیکن به نظر من اون کس مهمترین صفتشون شناختن رسالت همون نویسندگی خود بود، شناختن مسئولیت خود در زندگی بود و تا جای شاید درشت نما هم بودند در نظر بسیاری ها، لیکن این درشت نمایی یک چیز ظاهری بود، در اصل بسیار محبت بزرگ به ملت، به فرهنگ، به وطن، به تمام مردم تاجیک و به هر چیز معنوی، به هر چیز لطیف و زیبا در وجودشون میپروریدند که گاهی به اختیار از بعضی حالتها ما درک میکردیم که چگونه یک قلب بزرگی میتپد در وجود بهمنیار. دوام 6 سالی که با استاد بهمنیار در اداره مجله صدای شرق همراه کار میکردیم، من ایشان را همچون یک مرد فرهیخته، یک مرد آزاده، دور از همه تقلب و کینه و دسیسه ها دریافتم. استاد بهمنیار مثل همون روستاییان ساده دل و پاکیزه ای که در رمن سرمده خلق کردند، خود همین گونه یک انسان بودند و ویژگی اصلی بهمنیار که او را از تمام نویسنده های دیگری ما، از بیشتری نویسنده های ما فرق می کنند، دامن مطالعه فراخ او بود. دوام 6 سال من هر موضوعی را که، هر رویه یا اسلوبی را که در ادبیات میخواستم درباره‌اش معلوماتی بیشتر بگیرم، میخواستم در سر اونها اندیشه های استاد را فهمم، اگر وقتی سخن به میان می آوردی در مورد ادبیاتی مثلا امریکا، اروپا، قریب هیچ نویسنده بنام، هیچ نویسنده معروف نبود که استاد بهمنیار آثار او را نخوانده باشند یا آگاه نباشند. این گل تصادفاً از محله 82 میگذشتم که دیدم یک پیرزن روس نشسته تو چند گل داره. یک گلش در یک توبکی اون نه اونقدر کلان بود، تقریبا همین قطر شما بگید بود، یک توپ گل داشت. من گلی که چند رنگ داشت، زرد، سرخ، گلابی و مخی. بعد پرسیدم چند پول بود؟ 20 تومان. دیدم که زنک اگه گفتم که 10 تومان هم میفروشن، بیچاره ناچار موندگی. لیکن 20 تومان بردن دور آوردن. بهمنیار نویسنده است که برای نثر ما دست کشیدن از پرگویی، استفاده از جمله و عباره و حتی بندهای کلیشه‌ای را معمول کرد. بهمنیار چی در سرمده و چی در شاهنشاه آثار خلق کرد که واقعا برای 100 ساله ها همچون گنجینه های نثر معاصر ما باقی میمانند. و امروز ما وقتی که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی از اشتراک کنندگان سوال میکنیم درباره نسل امروزه، بسیارشون بهمنیار را خواندند. بهمنیار را خواندند، از بهمنیار استفاده کردند و خیلی برایشون پسند است، چون که چنانه که گفتیم که بهمنیار با زبان خیلی
شاعرانه خیلی ابرزناک می نویسد و قهرمانان بهمنیار قهرمانان لحظوی نیستند. مثلا من فخر میکنم که اولین خواننده اشعار بهمنیار، هر یک قصه و هر یک رمان می نویسن، اولین خوانندهش من بودم و اولین مجموعه که چاپ میشد حتما به من تقدیم میکردن. حتی نمیدونم با تاجیکی از فراموش کردم بگم، سیگنال می آمد حتما آورده به من شادی کردن نشان میدادن، مخصوصا اسب آبی. وقتی من در صدای شرق همراه کار میکردیم اسب آبی آورده بودن سیگنالش، و دوستای بسیاری داشتن که خواهش کردند که همون سیگنال نشان ما خواهش خواندن داریم. من با سایه دستش گرفتم که سایه دست من باشه نبرند همین کتاب را دست من. یک دوست خوبی داشتند، یک برادر نزدیک داشتند، از همین چیزم حتی کمتر رنجیده بودند که چرا به من نیو به نادره تقدیم کردی. همین بزرگیش با همین زوریش باید به فرق نداشت که باید کلام می خورد می با همه یک خیل بود. کسال ها می آمد با همه می گفت که علم را خیز همین دیه رو شرق زنیم که در کجا فاتحه در کجا تویش شده گذشتگی و مبارک باد از یگان چیز خالی نمیمون، همه جا می رفت آدم حرمت میکردن. از همون لحظه ها سالهای 75 76 به ایجاد اثرهای حکایه و اثرهای به خود معقول سر کرده بود. از بسیارتر اثرهای دوستویفسکی میخواند، اثرهای تولستوی میخواند. همین رفیق کتابخانه بهمنیار پر از اثرهای بسیار نویسنده های بزرگ بود. این یک مکتبی بزرگی بود برای بهمنیار. مطالعه کردن، جستجو کردن، عذاب کشیدن. گرچنده که سالهای همون استودنتی ما نسبتا سالهای وزنین‌تر باشد هم و بهمنیار با بسیار شخص پرطاقت بود. گاه‌ها عبید هم نمیکرد. کجا باشد بهمنیار؟ کتابخانه فردوسی. بسیاری وقت دوستان یاران بهمنیار را از کتابخانه فردوسی می جستند. واقعا صور خیال در نوشته های بهمنیار به حدی جالب است و تصویرگری به حدی زیباست که هر نوشته بهمنیار یک جهانی است بسیار عجیب و غریب و وقتی شما داستان های بهمنیار را میخوانید منظره بسیار زیبایی از زندگی پیش چشمتان جلوه میکند و هر چیزی که بهمنیار نوشته است میتواند یا سینمای یا فیلمی بسیار خوب شود در تئاتر مانند، یعنی همه عناصر تئاتر، عناصر سینما و عناصر نقاشی در آثار بهمنیار هویدا است. من همیشه فکر میکنم که وقتی من بیرون از تاجیکستان تحصیل کردم در رشته سینما و همه وقت من سری آن فکر میکردم که یعنی کارگردان با چی میتواند که موفق شود و او باید رو بیارد به تاریخ و به فرهنگ و یعنی که به همون اجداد و گذشته های خودشان و ببینید که خود چینگیز ایتماتوف برای چی چینگیز ایتماتوف شد؟ برای که تمام اثرها و حکایه و قصه های اون را هم در تئاتر نمایش ماندن، هم در به واسطه سینما فیلم کردن و من هم به همین یعنی فکر در سری من اومد که برای چی ما برای از نویسنده های خودمون یعنی استفاده نکنیم و وقتی من سرمده رو خواندم این کتاب رو فکر میکنم که هر یک حکایه او
یک فیلم است، یک فیلم هنری است. با این خاطر من یعنی دودی حسرت رو گرفتم که یک فیلم یعنی فیلمنامه تیار شد از طرف مؤسسه دولتی تاجیک فیلم روان شد با اتفاق نویسنده ها و اینا هم دستگیری کردن که خوب می شود که یعنی یک فیلم خیلی خوب تهیه خواهد شد و به همین خاطر یعنی من همچون کارگردان و اونجا مؤلفه هم دارم، هم مؤلف هم هستم و میخوام که یک فیلم شود که با این فیلم تمام دنیا تاجیکستان را بشناسد که یک نویسنده ای که از یک ببینید از منطقه دوردست از بین یک دهه دوردست به مثل یک شعله یک علاب یعنی یک درخشید و اون بگذار که جهانی شود، یعنی که بگذار که تمام عالم را روشنی کند و انشالله که همین نیت رو داریم به واسطه یعنی فیلم که بگذارن همین فیلم گرفته شود و بهمنیار ما باز زیادتر در دنیا شناخته شود. مرگ بهمنیار در روزهای سخت کرونایی با وقوع پیوست که فکر میکنم که رسالت بودن منم همین روزها تمام شد. من مثلا ما با بهمنیار قریب 34 سال با هم بودیم. من خوردکک 18 ساله بودم وقتی که ما با هم وا خوردیم، یک جا کار میکردیم، همکار بودیم و تا همین سال مثل یک گویا که من همراه با بهمنیار یک بزرگ شدم، کلان شدم، خوردکک گویا خودم حس میکردم. تمام گیرومان زندگی من اصلا از بهمنیار یاد گرفتم. خب هر یک دختر و پدر و مادر تعلیم میده تا شوهر رفت کردن. بعد از شوهر کردن بسیار چیزای مرکب بود، مثلا آسان نبود با نویسنده زندگی کردن، با شخص ایجادکار زندگی کردن. هر یک نازکی زندگی من از بهمنیار یاد گرفتم. بهمنیار به من آموزاند همین نازکی زندگی را. بعد رفتن بهمنیار عموما گویا که یک بی‌پر و بال شدم، تنها مانده. بهمنیار برای من همه کس بود. با این سوال شما که چرا کسب پدر رو هیچ کس از فرزندان یا که یگان خویشتبار پیشه نکردند، یک چیز عجیب یادم اومد. ما وقتی که در ایامی مکتب خانی یگان بیادبی میکردیم، شوخی میکردیم در درس ها یا که یگان وقتی دیگر، همیشه معلمان ما رو سرزنش میکردن که اسفندیار چخیل تو فرزند همه خیلی انسانی بزرگ هستی، چخیل با این بیادبی با این درس خانی تو میتونی که پگاه کسب پدرت رو گیری. و از همه چیز خنده‌آور این بود که من میخواستم میگفتم معلمه جان همین بابای ما دهقان بودن یا که چوپان بودن، پدرشون یک نویسنده بزرگ هستن. من نوبتی آن اومده است که من باز چوپان میشم، خدا خواهد فرزندی من یگان آدمی بزرگ میشود. این همون پدرم همیشه میگفتن که این کسب خیلی بگم نه هر کس از خود کرده میتوند. بعد بود یک گپی عجیب داشتم، میگفتن که همون محلی موعد یک سال دیوانه میزویند، یک سال دیگر شاعر و نویسنده میزویند. همون در آبروی ما همین گپ هم شوخی بازی هست که میگن غزگی ها یک سال دیوانه ها تولد میشوند، یک سال دیگر شاعر و نویسنده. این تو جای حقیقت دارد. ما به فکرم در همون سالی دیوانه ها تولد شدگی.
برفی بهمن آب شد خورشید فروردین بیا اشکی ما را رهروبن ای خنده نوشین بیا گوری افلاکی ناجا در زمینت جسته‌ام مغزم تیره چون شب هاست ای پروین بیا از بهاری آرزوها آفریدم من تو را نامی تو بگرفتم از بابونه و نسرین بیا یار ای یار که در پندارها می نازمد روحی ما را کردن اندر فلک کابین بیا من بابایم را خیلی دوست می داشتم باورم نیست که بابا رفت دیگه نمی آید